چه کسانی شامل ممنوعیت‌های دائم آرایش دائم میشن؟ کسایی که ایدز فعال دارن، افرادی که دچار بیماری هپاتیت هستن و هنوز کنترل نشده، افرادی که حساسیت شدید و آلرژیک به پیگمنت ها یا فلزات دارن، مثل حساسیت شدید به نیکل یا رنگ های تتو، افرادی که دارن هنوز شیمی درمانی میشن و پروسه درمانشون هنوز فعاله، افرادی که دچار بیماری انعقاد خون هستن مثل بیماری هموفیلی و کسایی که دارای بیماری‌های پوستی هستن مثل پسوریازیس، درماتیت شدید یا باز و یا اگزمای شدید. اینها شامل ممنوعیت‌های دائم آرایش دائم هست. اگر دوست داری بدونی که چه کسایی شامل ممنوعیت‌های موقت آرایش دائم میشه، پست بعدی منو حتما ببین.